دادگاه ناحیه وخش ولایت ختلان حسین نورعلیوی 17 ساله را که بعد ختم صنف نهم مکتب میانه به روسیه رفته و از آنجا قصد سفر به سوریه داشته است با جرم تیاری به جنایت و اشتراک زرخرید در زد و خورد مسلحانه روانه زندان نمود. دادگاه با در نظر داشت نابالغ بودنش نورعلیو را به 7 سال زندان محکوم کرده است وگرنه اتهام ضد او اعلان شده تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. از سال 2014 در شبکه اینترنتی одноклассники صفحه خود را با نام حسین نورعلیو به قید گرفته در آن آرای تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی را تماشا کرده با آن رغبت پیدا میکرد. طبق اطلاع منابع دادگاه ناحیه وخش، حسین نورعلیو سال 2015 به روسیه رفته و در آنجا با نفری از ترکیه با لقب ابو انس رابطه برقرار نموده است. در نتیجه من با سخنهای او راضی شدم. سنه 3 январи سال 2016 من با توسط هواپیما و دولت ترکیه رسیدگار شدم. از آنجا مرا یک ترک زبان تاکسی میراند مرا پیشواز گرفت. بعد سمت یک حجره بود وزارت کارهای داخلی ترکیه ما را دستگیر کردند. والدان حسین نورعلیو ادعا دارند که فقر و ناداری در خانواده آنها را وادار کرده است که فرزندشان را به مهاجرت روان کنند. تلفنی گپ می‌زدیم میگفت بچه جان خیلی پول را بگی برای زندگی استفاده ببر با نصیب کنم با ماه دیگه با روانتون میکنم. گفته خیلی خرسند بودیم با هر یک تلفنی کردگیم که میگفتم بچه جان برای خورد و خوراک خودت هم بمان فکر ما را نکن. حسین نورعلیو سال 2015 در ترکیه حدود یک هفته به سر برده بعد بازداشتش چند ماه در بازداشتگاه قرغان تپه نگهداری میشد. فعلا 14 نفر جوانان ناحیه وخش در سوریه قرار داشته گفته می شود چند نفر آنها در نبردها کشته شدند.